سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوقات خوشی رو سپری بکنید با اینکه واقعا کار سختیه بخوایم تو این شرایط اوقات خوشی رو داشته باشیم. من آریا هستم، شما واقعا منو نمیشناسین. این اولین ویدیوی چنل منه، پس یه کمی اول با هم دیگه آشنا بشیم. اسم من آریاست، 20 سالمه، توی شهر کرمانشاه زندگی میکنم و خب تازه شروع کردم به فعالیت داخل این پلتفرم که یوتیوب باشه و حتی بازی کلش رویال. 4 سال پیش من این بازی رو بازی کردم و اینکه میگم مثلا بازی کردم و پلی دادم در سطح حرفه‌ای نبوده، مثلا در حد آرنا 2 و 3 من پلی دادم این بازی ها و الان برگشتیم بعد از چند وقت توی این سیزن با ترکیب فوق سوپر جاینت اسپم که حالا نشونتونم میدم اکانتو. ما مکس نداریم هیچیو، یعنی ترکیبو من چیدم به خاطر این بود که سیزن پیش پکا و جاینت جفتشون بوست بودن و میتونستم از لول تاورم استفاده بکنم. همونجوری که میبینید تاورمون هم حتی مکس نیست، لول 13 پرینس و کنون رو داریم ولی مثلا دگر لول 11. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، ما اومدیم فعالیت این چنل رو با هم دیگه شروع کنیم. ترکیب اصلا هم لاگ بیت بوده که قبلا پلی میدادم و سعی کنیم با این ترکیب جاینت و کلا ترکیب‌های سنگین که من مثلا گلم هم مد نظر دارم باش پلی بدم و یاد بگیرم، جاینت که ریویارد باش 10 تا وین کلاسیک دارم، کلا خواستم شروع بکنیم به فعالیت. و شما پلیرهای خیلی خوبی توی لوکال دارید داخل ایران و 100% خیلی هاشون رو میشناسید، نیاز به گفتن نیست. مثلا همین سیزن قبل ما هادی رو داشتیم که الان نشون نمیده دیگه وقتی سیزن تموم شده. ما هادی رو داشتیم که رنک 10 لده رو زد و خلاصه پلیر خوب کم نداریم، یعنی شما دنبال گیم پلی صد و اصلی که هستیم باید برین سراغ اونا. ما میخوایم نشون بدیم یه پلیر مید لدری از کاپ 8000 چطوری میخواد راهشو شروع بکنه بره بالا. یه سری نکات بیسیکی که خودم توی این مسیر یاد میگیرم و نشونتون میدم، با هم یواش یواش میریم جلو و کلا امیدوارم که دوستای خوبی برای هم بشیم و این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم. حالا بخوام شرایط رو براتون بگم، من که نمیتونم فعلا تروفی رود بزنم با توجه به شرایطی که هست، لول کارتا و میزنیم، نگران نباشیم اونم میزنیم. منتها خب کار اصلی ما کلاسیک چالش زدنه که یه تقریبا یه مهارت‌های ریزی تو یه کوچولو بلدم، یه چیزایی ازش شنیدم، ببینین عشقشو دارم. ولی خب دیگه حالا بریم تو بازی خودتون متوجه میشین که چی میگم. حریف اولمون این پوستر مینی پکا حس خیلی خوبی بهم میده هر کس میبینم دستشه. خب کار خطریه ولی ما زپمون رو سایکل میکنیم اول بازی. بله گفتم خطریه، بعد موقع ترین زپی بود که میشد زد. ما دفاع کردیم. خب به ترکیب فوق‌العاده‌ای بهمون خورده. دمیجو میگیره؟ نه نمیگیره متاسفانه. خب اینجا تسلاش الان یه مقدار از جونش رفته، من دوست دارم حمله بکنم. این کرمم گرفته ولی خب میرم، چون اون تسلا هم الان کار خاصی الان براش نمیکنه. مهم نیست، چپو با یه دونه بمبر دفاع میکنیم. آها مرسی بمبر خوب، عیب نداره عیب نداره. مرسی زب، مرسی مرسی. ریج روی تاور راست رفت. پرینس هم که میمیره. خب بریم آماده حمله بعدی بشیم. فایروالمون رو سایکل نکردیم و من حتی یادم نیست حریف چی داره، در این حد نوبم کارتاشو ندیده. احتمال زیاد آفرین درستش کردی. اونو رفت این میره. احتمال زیاد الان میخواد چیکار کنه، میخواد اون که میاد ابیلیتیشو بزنه برل از ته بندازه. خب رید ضعیفه یکم. خب اشکالی نداره، ما زپ ایو رو داریم برای گوبلین گنگش و بله ریجم میزنیم که برن جلو. نایتشو میخواد برسونه که نمیرسه و اکسی نداره، میخواد ابیلیتی بزنه که به نظرم نزنه بهتره.
2 تا ورش رفت، اونم میکشتش. الان فکر کنم بخواد زرنگیشو اینجا بکنه که من نمیذارم، از این ور میکشمش، میگم بیا اینجا، اصلا میذارم اونا خودشون بزنن بمیرن. بعد یه جایی توی پکام از این ور میریم و جیجی بمبرم برای گوبلین گنگ و جیجی. مچ ساده ای بود به نسبت. اینم میزنیم که دیگه کارو در بیاره برام. دارت گوبلین هم که شب بخیر. شما بزن، اب نداره، نوش جونت و جیجی. جیجی. از مچ اولمون یه چیزای بلدم، یه چیزای شنیدم. اون تو خب دیگه حالا با هم کم کم میریم جلو، با هم کم کم پلی میدیم و اولین چالش رو میخوام بهتون معرفی بکنم. دوست عزیزمون باش قرار آشنا بشه، آقا حسین گل. آقا حسین گل 9 سال کلش رویال پلی میده و تقریبا ترکیبش تا دست ضد منه و خب یه کلکلای ریزی با هم داریم، منتها خب در قالب رفاقت همش احترام خاصی براش قائل هستم. پلیر خوبیه، منتها خب بازم جفتمون راه زیاد داریم برای چیزی که میخوایم. اون ساعتی که مد نظرمونه انشالله که بهش میرسیم در آینده نزدیک. میگا مینیون اینجا برای دفاع ایزیش و این میخواد از اینجا اگر نرم اذیت، کاش زپو میزدم اینجا. این یه زپ اینجا کمک میکنه اون بمیره که نمرد. خیلی ممنون جلاد، نمرد، عالی. جلوش اگر الیت بربر بره الان من دهنم سرویسه. نه نرفت. ما بمبر از ته میریم، بمبر از ته الیت بربرش دستشه. الیت بربر نیست، این یه ورژن دیگه است، دکشو عوض کرده. ما جاینتو میریم از جلو. آها مگا مینیون. خب اشتباه کرد اینجا، اروشو باید نگه میداشت. الان اسکلت گنگ میتونه بره. آفرین آفرین، چه پلیری. اسکلت گنگ موجی، من حتی اسماشونم درست نمیگم، اشتباه کردن اینجا رو. من دمیج میخورم ولی خب تو الان حمله مو میخوای چیکار کنی؟ این کار اشتباهی کردی به شدت. منتها خب الان مثلا با جلاد میتونه جمع میکنه. ای ناقلا بلدم. ما یه ریج میزنیم که اگر تونستیم جلاد رو بکشیم. اسکلت ایوو خدا واقعا می داشت. اصلا برام مهم نیست که پکا الان فقط یه شات بهش میزنه. گیم بد برامون چرخیده. ما جاینت از ته رو باید بریم. چرا؟ چون اذیتمون میکنه 100%. زپ آماده، زپ فوق‌العاده افتضاح. اصلا مهم نیست خون سردیمونو حفظ میکنیم. هیچ تأثیری نداره ها اینایی که ما داریم میزنیم. صرفا الان اگر ساید عوض کنیم یه سری کاراش شاید بتونیم بکنیم اگر ریجو دوباره نرینم که بله ریدم و ما باختیم این گیمو متاسفانه. زدم بود دیگه، قبول داشته باشیم. جلاد تکی جمع میکرد من هر کار میخواستم بکنم. اسکلت کینگ ایوو. اسکلت کینگ نیست بابا، اسم این چیه؟ اسمش یادم رفته. اسکلتون آرمی. آفرین اسکلتون آرمی ایوو هم داشت و خلاصه شرایط بد پیش رفت. مچاپ هم داشت ولی خب ما بلدیم. ببین ما پلیریم، میدونیم چجوری باید بازی کنیم جلوی ترکیب. آره خلاصه امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو اولی. حالا فعلا معرفی بود، شما با دوست عزیزم هم آشنا میشین و انشاءالله میریم سراغ ادامه راهمون. جیجی دوستان، اگر کم و کاسی هم توی گیم دیدین شرمنده، هنوز عادت ندارم به اینکه همزمان با گیم صحبت کنم، فیلم بگیرم
یواش یواش درست میشه. این اشتباهاتی که داریم، این مچایی که بد پلی میدیم درست میشه یواش یواش.